ثمره سوم ازدواج اولاد. نباید پدر و مادر جنایت بکنن در حق فرزند. اگر سری به بیمارستان خاص یا مرکز خاص بزنید، اونجایی که تالاسمی ها نگهداری میشن، تالاسمی ها، من فکر میکنم چند سال پیش من یه بار رفتم، آماری که به من دادن زمان خانم صدیق بود، نمیدونم الان هم هست، خدا یارش باشه هر کجا که باشه، خانم دکتر صدیق، فکر میکنم به من گفت 1400 تا تالاسمی که پیش ما هستن. مشکل ما میدونی چیه؟ اول به هم دل میدن، عاشق هم میشن، بعد که خوب به هم دل دادن حالا میخوام برن آزمایشگاه. آزمایش نشون میده که اینا نمیتونن با هم ازدواج کنن. معذرت میخوام چون عاشقن، میگه دکتر غلط کرده. یعنی چه؟ قدیم آزمایشگاه بوده؟ قدیم این مسائل مطرح بوده؟ عشق اونها رو کور کرده، با فکر پیش نرفتن، اول دل دادن بعد فکر کردن. حالا چه؟ قدرت اون عشق و دل دادن و دل کندن خیلی سخته، در نتیجه ازدواج میکنن. نشد با کمی مقدار پول، بالاخره بدون برگ آزمایش کسانی هستن که صیغه رو جاری بکنن. اون همه حرفای شیرین که برای هم دارن بگن، اولین بچه‌ای که به دنیا آمد تالاسمی بود، معلول بود، کل اون حرفای شیرین از بین میره، کل اون نگاه‌های توأم با محبت و عشق از بین میره. افسردگی، ماتم، غم، اندوه، یک بچه تالاسمی رو دستشون مونده. حالا این بچه چند سال عمر رو کنه؟ بعضی این بچه ها 14 سال، 15 سال، 20 سال عمر میکنن. پای درد دل اینها بنشینید، پای درد دل تالاسمی هایی که حتی اگه زبانشون هم بگه مادرمو دوست دارم، پدرمو دوست دارم، دلش میگه ای مادر و ای پدر چرا چاره دلتون نکردی، نرفتی آزمایش بدید که نتیجه این شد. ما داشتیم که 2 تا 3 تا تالاسمی به دنیا آوردن، بعد از اون همه عشق از هم جدا شدن. پدر رفت با کسی دیگه ازدواج کرد، مادر رفت با کسی دیگه ازدواج کرد. پدر و مادر بچه سالم از مردی و زن دیگر آوردن، ولی اون 2 تا بچه 25 ساله هر 2 تاشون موندن. اون 2 تا بچه 27 ساله، 28 ساله، 30 ساله موندن. اون 2 تا بچه یا 3 تا بچه 10 ساله، 5 ساله موندن. مادر رفت شوهری دیگه، بچه سالم. ناچارن باید جدا بشن. کی جواب میده؟ همه عشقها ریخت، همه حرفای شیرین بر باد رفت، همه نگاه های توأم با محبت تبدیل به اولاد سالم، 2 صالح. بچه که به دنیا آمد با درمانگاه محلشون ارتباط داره، هر ماه میبره قد و وزن و رشدش همه چک میکنه. اگر مادری احساس کرد که تو این 2 ماه باید وزنش چند گرم یا تو 3 ماه باید نیم کیلو رشد وزن داشته باشه، با سنش یا چند سانت رشد قد داشته باشه، اگر این رشد نبود ماتم میگیره. بچم رشد نکرده حتما مریضه. آیا برای رشد معنویشم، قد معنویش و وزن معنویشم همراه با وزن و قد جسمش اندازه میگیرید؟ این بچه همونطور که قدش، وزنش داره رشد میکنه، وزن معنویش، بچه احساس داره. اینجاست که بچه سالم و صالح، اگر سالم باشه صالح نباشه اون دیگه خیلی وحشتناکتره. شاید بچه سالم باشه مشروب خوار باشه،
سالم باشه دزد باشه، سالم باشه بی تقوا باشه، سالم باشه ظالم باشه، سالم باشه موذی باشه. این یه فاجعه است. وزن معنویشو، ایمانیشو، اخلاقیشو بی دلیل نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه تا بچه صدای گریه بچه هنگام تولد شنیدید، اذان محمدی توسط یک انسان صالح در گوش راستش الله اکبر الله اکبر الله. بچه تازه تولد 4 بار کلمه توحید الله اکبر، کلمه تعظیم خدا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله. هم تعظیم خدا هم توحید خدا، همه اینها باید تکرار بشه. شهادتین به اسلام و اقامه نماز در گوش چپش، این اذان و اقامه وجودش رو متحول میکنه. مجال برای شیطان نمیده که، چون شیطان کمین گرفته تا به دنیا آمد اگر این اذان گفته نشه، واکسن نشه بچه، واکسن معنوی نشه، قطره فلج اطفال در خونه ها میارن یا در منگاه میریزن تو حلقوم بچه. اگر مادر ساعت تعیین میکنن، روز، تاریخ، اگه ظرف 1 هفته نیامدی دیگه جمع شد، دیگه رفت، باید بری فلانجا، بچه رو در بس میگیره میبره فلانجا که قطره فلج اطفال بهش بده. قطره فلج اطفال خورده تو درمانگاه، اون قطره ای که دیگه جلوگیری از فلجی دیگه میکنه، از اعتیاد و بیبند و باری. این مسائل رو دست کم نگیرید، رو صلاح بچه تأثیر داره. صالح و مصلح، این که انسان صالحی برای خودش و مصلح و مفید برای جامعه. اگر میخوای موفق بشید همیشه دست تو باشه، در حال رشد و توسعه و به رضای خدا برسید، با صاحب دین ازدواج کن. انگیزه اولت دینداری طرف باشد، خوبی طرف باشد، طهارت و پاکدامنی طرف باشد، صداقت و امانت و راستگویی طرف باشد. کاری نکنن پدرها که روز قیامت فرزندانشون در دشت محشر یقشون رو بگیرن، بگن بابا چرا مادر خوبی برای من انتخاب نکردید، من از تو گله‌مندم به درگاه خدا. ای خدا از پدرم بپرس روزی که میخواست بره خواستگاری مادرم به عنوان مادر برای من و همسر برای خودش انتخاب بکنه، چرا تو رو در نظر نگرفت، رضای تو رو و تدین مادرم رو در نظر نگرفت. من امروز از پدرم گله دارم، مادری برای من انتخاب کرده که فاقد برنامه های توست، برنامه های تو زندگی اون نیست، دنبال رضای تو نیست، مشتاق به برنامه های تو نیست. یکی از برکات ازدواج رضای خداست. باید در ازدواج رضای خدا رو در نظر بگیریم. دومین برکتش عفت و پاکدامنی است. اگر توجه بکنید در پاکی چقدر رشد است، همونطوری که در ناپاکی چقدر زیان و ضرر و عقبگرد است و نقصان است. نباید تن به ناپاکی بدهیم. پس دومین سرمایه ازدواج باید جوانای ما را به عفت برساند. این نکته ظریفی است. خیلی از پدر مادرها بچه هاشون رو اجبار میکنن که حتما با دختر خاله، با دختر عمه، با دختر دایی از طایفه بیرون نره. اشکال نداره اگر طایفه مؤمن هست، دختر مؤمن هست، پسر تو هم علاقه به دختر خاله مؤمنش دارد به عنوان همسر، اشکال ندارد. اما اگر صرفاً به خاطر شما داره ازدواج میکنه، وگرنه شیر تو برش حرام میکنید، فلان و دیگه با من حرف نزن، من با تو کاری ندارم. شاید دختر مؤمن خوبی غیر از قوم خویش انتخاب کرده که اونم مؤمنه. اینجا بچه تو اجبار نکن که با قوم خویش ازدواج بکنه، چون به عفت نمیرسه.
چون دلش اون دختر رو نمیخواد، دلش مؤمن میخواد اما دختری دورتر غیر از قوم و خویش. کاری نکنیم که به خاطر اکراه و اجبار ما جوانای ما انتخابی بکنن که مادرشون انتخاب کرده قوم و خویش و بعد رغبت آنچنانی به عنوان همسری که بتونه اونو ارضا بکنه نداشته باشه. در نتیجه ازدواج میکنن اما به عفت شاید نرسن و در آینده دچار مشکل بشون. اما اگر واقعا قوم و خویش مؤمنه، خود پسرم دنبال ایمانشه و واقعا قلباً هم دوستش داره، چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوب هست. پس دومین هدف عفته. جشن عفت، ازدواج برنامهش عفته. کل مراسم ازدواج صرفاً برای ایجاد طهارت و حفظ طهارت و پاکی و عفت هست. پس برنامه ازدواج رو منحرف نکنیم، آلوده نکنیم، به بی‌عفتی نکشانیم. از ارکسترش، از برنامهش، از لباس پوشیدنش، از رقصیدنش، همه مسائلی، از شرابش، همه مسائلی که به عفت اون ازدواج و اون جمعی که تو جشن عفت شرکت کردن، از هر کانالی که لطمه وارد کند، چه ارکستر مست باشه با چشم بد، چه زن و مرد برقصن، چه شراب بخورن، چه لباسهای نازک با عطر آدکلون بیان تو مجلس و تا آخر. هر برنامه‌ای که لطمه به جشن عفت میزند اونو باید جلوش گرفت. دختر بچه ها وقتی که کلاس سوم ابتدایی میرسن جشنی تو مدارس براشون میگیرن به عنوان جشن تکلیف. مادرش چادر سفید، مقنعه سفید، یه لباس روحانی معنوی، کیسه نماز برای دختر مثلا 9 سالش آماده میکنه، یه جلد کلام الله مجید، یه جانماز، سجاده، به اضافه یه سری هدایا میبره مدرسه چون جشن تکلیفشه. چقدر خوشحاله که دختر 9 سالش به سن تکلیف رسیده، چه چادری، یک نورانیتی به دختر 9 سالش میده، میبره تو جشن تکلیفش که میتونه نماز بخونه با چه حال و هوایی. ولی همون مادر دخترش وقتی 20 ساله میشه، عروس میشه، خبری از چادر نیست. نه که بالغ نشده، نه که نیاز به جشن تکلیف نداره. برای 9 سال جشن تکلیف، چادر، یک چهره نورانی، لباس شرم و حیا. برای دختر 20 ساله رو مبل بذار، نیمه لخت، نه چادری، یقه باز، آرایش. همون دختر توسط همون مادر که اونجا چقدر خوشحال بود که دخترش به سن تکلیف رسیده، 9 سالش بیشتر نیست. فتنه و فسادی هم روش مترتب نمیشه آنچنانی اگر سرش مثلا یا لباسش نازک باشه. ولی دختر 20 ساله وقتی عروس میشه نیاز به چادر نداره، نیاز به پوشش نداره. این جشنش اصلا جشن عفته، جشنش جشن طهارته. این دختر چه گناهی کرده که وقتی جشن عفت براش گرفته میشه اونو نیمه لخت و عریان بفرستن، چه در ملأ عام قرارش بدن، تو ماشین همینطور بوق بزنن، وقتی میارنش تو عروسی حتی دوستان شوهرش هم به قصد بد بهش شرانی بکنن. آیا مادر تسلط نداره؟ مادر نمیتونه، همون مادری که بچه 9 ساله وقتی 9 سالش بود چادرش اینطوری پوشون بردش تو مدرسه، جانماز براش خرید، همون مادر وقتی دختر 20 سالش همون 9 ساله 20 ساله میشه 3 وعده نماز نمیخونه تو آرایشگاه، اصلا عین خیالش نیست. آیا دیدی تو آرایشگاه اون آرایشگر بگه دخترم وقت نماز عصرت فوت نشه؟ اگر دخترم با نماز بود میگه رنگ و روغنت خراب میشه، ولش کن بابا، حالا بعد از 20 سال یه بار عروس شدی نمازت قضا میکنید، خدا میبخشه بابا. این همه من رو موی سرتو کار کردم، رو صورتت کار کردم،
600,000 تومان هم پول ازش میگیره. مادرم مسکین میگه باشه الله هرچی خانم آرایشگر میگه قبول کن، مادر خدا غفور و رحیمه. بالاخره نماز یه وقتی میخونید، نماز تو که فوت نشد، از 9 ساله نماز کنید، حالا وقت عروسی حالا بگه 3 وعده هم نماز نخونید. وقتی میگیم جشن عفت یعنی همه برنامه هاش تو عفت باشه.